بسیار مبارک و بسیار ویژه هستید که در این زمان در این کره خاکی هستید. در مدت زمان کوتاهی سیاره زمین کمربند فوتونی را دریافت خواهد کرد. این کمربند نور هر 26,000 سال یک بار می آید و این بار عصر طلایی آغاز خواهد شد. انرژی فوتون یک انرژی فوق‌العاده دوست داشتنی است که از فوتون‌ها، پرتوهای گاما و ذرات ضد ماده تشکیل شده است. با برخورد کمربند فوتون ما 3 روز تاریکی و 1 روز بسیار سرد خواهیم داشت. سپس ما 16 سال به طور 24 ساعته نور خواهیم داشت و دیگر شبی وجود ندارد. در اولین ساعت که پرتو نور به غده صنوبری شما برخورد می کند کاملا هوشیار خواهید شد و این هر 12 رشته دی ان ای شما را فعال می کند و شما می توانید از بقیه 90% مغز خود که در حال حاضر قادر به استفاده از آن نیستید استفاده کنید. شما قادر خواهید بود با اندیشه خود هر آنچه را که نیاز دارید خلق کنید، اتاقی را روشن کنید و هر آنچه را که نیاز دارید انجام دهید. چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. بهشتی در این کره خاکی در حال ایجاد است که فراتر از حد تصور شماست. با برکات زیادی از عشق و نور را برای شما ارسال می‌کنم.